سلام دوستان، دوباره اومدم خدمتتون تا در مورد اون کارهایی که گفتیم، مشکلات کاری که گفتیم و اینکه از کاری که بیرون میایم چی کار میکنیم تا یه کار دیگه پیدا کنیم صحبت کنیم. این دفعه میخوام یه چیز دیگه هم به این مسئله اضافه کنم که در کاری که انجام میدیم شرایط کاری هم که انجام میدیم برامون مهمه، در بودن، در موندن در اون کار و یا اینکه ترک کردنش. مثلا اینکه بعضی جاها کارگرایی رو استخدام میکنن که هیچ بیمه‌ای ندارن، بیمه پرداخت براشون نمیکنن، حداقل دستمزد بهشون میدن و یا حتی از پایینتر از حداقل دستمزد اونا پول میگیرن و بعضی ها هم خب مجبور هستن این کار رو ادامه میدن، ولی بعضی ها ترجیح میدن که این کار رو انجام ندن. وقتی که بیمه نبودن توی کار مطرح باشه مطمئنا خیلی تأثیر میگذاره توی روند کار برای کارگر و اینکه کارگر بمونه آیا در اون کار با وجود اینکه بیمه نیست و حتی حقوقش بسیار پایین هست، یا اینکه نه ترک کنه کار رو و بره و دنبال یک کار بهتری بگرده که حداقل توی اون کار بیمه بشه و حالا دستمزدش هم یه مبلغ قابل اطمینانی باشه برای زندگیش. بعضی هستن که با وجود بیمه نشدن در اون کار میمونن و شرایط سخت رو تحمل میکنن. این شرایط سخت شامل خیلی چیزا میشه، مخصوصا برای ماهایی که اینجا هستیم و پناهجو هستیم و بیمه نمیشیم، اجازه کار نداریم و مجبور هستیم با همون حداقل های دستمزد، حتی پایین تر از حداقل دستمزد کار کنیم. جوانهایی رو میشناسم که دست یا پاشون رو از دست دادن به خاطر اینکه بیمه نبودن و شرایطشون سخت بوده و هیچ آینده‌ای براشون متصور نیست متاسفانه، برای اینکه در یک کار خیلی خوبی که خودشون دوست دارن موندگار بشن و یا اون کار رو انجام میدن و مجبور میشن به راه‌های دیگری برای درآمدزایی روی بیارن. متاسفانه دولت ها هم به این مسئله توجهی نمی کنن و حتی مردم عادی هم براشون مهم نیست که آیا اینا چه اتفاقی براشون میفته، چه کسی جوابگو هستش در این شرایط و بسیاری مشکلات دیگری که من اینجا میبینم بیشتر جوانهای ایرانی، عرب و افغان باهاش روبرو هستند. البته کسایی هم هستن که با وجودی که اجازه کار دارن میتونن به راحتی از همه مزایا بهره مند بشن و بتونن که توی اون کارشون دووم بیارن، ولی بعضی هم واقعا نمیتونن و اجازه کار ندارن و یا شرایط گرفتن اجازه کار ندارن. یعنی اینکه اونها پناهجوهایی هستن که واقعا ترس خیلی از مسائل، خیلی مشکلاتی که بعداً ممکنه براشون پیش میاد باعث میشه که نتونن که این اجازه کار رو بگیرن و خب به هر حال زندگیه و اونا باید امرار معاش کنن، اونا باید زندگی رو بگذرونن و نمیتونن. دوست داشتم که این شرایط رو با شما در میون بگذارم. ما شرایط خیلی سخت‌تر دیگه هم داریم اینجا که متاسفانه هیچ کس براش هیچ اهمیتی قائل نیست و البته حق میدم به هر کسی که توی کشورش پناهجویی از کشورهای دیگه داشته باشه. و اینکه من بازم به حضور شما میام و باهاتون بازم صحبت میکنم تا از مسائل و مشکلاتی که توی این کشورهایی که ما درش پناهجو هستیم برامون پیش میاد شما رو مطلع کنم و همینطور دوست دارم که شما هم با من در این مشارکت شرکت کنید و برای من کامنت بذارید و نظرات خودتون رو بگید و منو کمک کنید که در این زمینه باز هم مشکلات بیشتری رو که شاید من ازش خبر ندارم به دیگران نشون بدیم و شاید این وسط یک راه حل و چاره‌ای هم براش پیدا کردیم با مشارکت هم دیگه. ممنونم ازتون که منو میشنوید و میبینید. روزتون بخیر.